به نام خداوند رحمان و رحیم. دوستان عزیز سلام. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. من حمیدالله میرزایی هستم. در خدمت شما هستم با یک ویدیوی آموزشی دیگر. در این ویدیو من تجربه را در قسمت دوران آب در طبیعت در نظر گرفتم که چگونه ما و شما بتوانیم تبخیر آب، تشکیل ابرها، باران و بارش به شکل عملی تدریس و تفهیم کنیم که برای اجرای از این تجربه ما و شما با مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از یک عدد ظرف برای تبخیر آب، یک عدد ظرف برای تشکیل ابر و باران و بارش، یک مقدار یخ، آب، ظرف برای ذخیره باران، منبع حرارت، یک مقدار رنگ غذا یا نمک طعام. روشکار چگونه است؟ دوران آب یا واتر سایکل در طبیعت به شکل طبیعی توسط نور آفتاب هدایت میشه. ولی در این فعالیتی که ما در نظر گرفتم به خاطر از اینکه ما و شما بتانیم این عملیه را به شکل عملی و همچنان سریع بتانیم نشان بدیم، ما از منبع حرارت برای عملیه تبخیر آب کار میگیرم. اینولی به خاطر از اینکه ما و شما آب به شکل بخار داشته باشیم یا عملیه تبخیر آب داشته باشیم، ما ظرف را که در نظر گرفتم در داخل از یک مقدار آب مندازیم و این بالای منبع حرارت قرار میدیم تا عملیه تبخیر سریع در اینجا صورت بگیره و ما بتونیم تشکیل ابر و باران در اینجا مشاهده کنیم. اینا به خاطر از اینکه ما و شما این توضیح بدیم یا تشریح بکنیم که در جریان دوران آب یا در جریان از اینکه آب تبخیر میشه به ابر تبدیل میشه و به باران تبدیل میشه، آب تصفیه میشه از ناپاکی ها یا از آلودگی ها. من میگم اول در داخل از آبی که در نظر گرفتم یک چند قطره از رنگ مواد غذایی و همزمان و همراه با نمک طعام در این اضافه میکنم تا ما و شما آب به شکل آلوده داشته باشیم یا به شکل رنگیش داشته باشیم که در نهایت بتونیم ببینیم که آب در جریان دوران یا در جریان تبخیر دوباره تصفیه میشه. من چند قطره از رنگ مواد غذایی را داخل آب میندازم تا آب کمی رنگه شود. همچنان میشه یک مقدار نمک طعام به خاطر تغییر ذائقه در اینجا ما و شما علاوه بکنیم. در نهایت وقت باران جمع میکنیم میتونیم او را بگیریم بررسی کنیم که آیا در باران رنگ وجود داره، آیا بارانی که جمع آوری شده ذائقه شور داره یا ذائقه نمکی داره یا واقعا آب در جریان دوران تصفیه شده. یک مقدار نمک طعام ما بالایش اضافه میکنم. فعلا ما و شما در اینجا یک آب رنگه را داریم و همچنان یک آبی که در داخل از نمک اضافه شده. من میگم یک مقدار از این آب بالای در داخل از این ظرف قرار میتم و بالای منبع حرارت میگذاریم. منبع حرارت ما روشن میسازم. البته در جریانی که شما از منبع حرارت استفاده میکنین و با آب داغ سر کار دارین باید موضوع ایمنی یا احتیاط در نظر داشته باشین که خودتان نسوزانین یا دانش آموزایتان برشان آسیب نرسانین. اینوله ما آب رنگی را که در اینجا در نظر دارم و قرار است را تبخیر بکنیم یک مقدارش بالای از این ظرف که بالای منبع حرارت قرار داده شده علاوه میکنیم. یک مقداری که ما و شما بتونیم در اونجا عملیه تبخیر عملا مشاهده بکنیم. زمانی که آب در اینجا قرار گرفت حرارت جذب کرد عملیه تبخیر آب شروع میشه. به خاطر از اینکه اینال ما و شما بتونیم بخارات آب، ابر و تشکیل باران رو ببینیم ما و شما به یک ظرف دیگه ضرورت داریم که ما از ظرف دومی به خاطر نشان دادن عملیه تبخیر و همچنان به خاطر نشان دادن تشکیل ابر و باران استفاده میکنم. به خاطر از اینکه ما و شما بتونیم تبخیر آب و تشکیل باران به شکل واضح ببینیم در این ظرف من یک مقدار توته های یخ اضافه میکنم تا اینکه ما و شما بتونیم این ظرف خوب سرد بسازیم و عملیه تبخیر به شکل واضح و بهتر مشاهده بکنیم. ما توته های یخ در داخل از ظرف قرار میتونم به خاطر که این ظرف ما و شما سرد شود. فعلا این ظرف در حالت خشک قرار داره قسمت بیرونش. اینال میگیریم بالای آبی که بالای منبع حرارت قرار داره و تبخیر میشه قرار میتیم تا عملا تشکیل ابر ما و شما در اینجا ببینیم و در ادامهش تشکیل باران و بارشه. شما میبینید که عملیه تبخیر در اینجا شروع شده. آب بخار میشه. مشابه با این آب در طبیعت توسط نور آفتاب از سطح ابحار، از دریاها، از سطح زمین به شکل بخار میشه. قاعدتاً در طبیعت زمانی که آب بخار میشه وقتی میره در ارتفاعات بالاتر اتمسفر
به نسبت از این که غلظت هوا کم میشه، مولکول های هوا در اونجا رقیق است، نور آفتاب کمتر جذب میشه، سبب از این میشه که مولکول های بخار شده دوباره در اونجا متراکم شود که عملیه میان صورت بگیره، یعنی بخارات آب دوباره به قطرات آب تبدیل شود و تشکیل باران و بارش و برف بکنه. اینجا شما عملا میبینید زمانی که بخارات آب از اینجا آزاد میشه یا تولید میشه، میایه با قسمت برخورد میکنه که اینجا محیط سرد است. وقتی محیط سرد بود، مولکول های بخار شده در اینجا دوباره متراکم میشه. شما عملا میبینید که وقتی بخارات آب در ظرف سرد برخورد میکنه و متراکم میشه، قطرات آب و در نهایت تشکیل باران میکنه که ما و شما میبینیم که قطرات باران از ظرف سرد در داخل گیلاس به باریدن شروع کرده. اینال ما و شما برای اجازه میدیم تا یک اندازه از قطرات باران در داخل گیلاس جمع شود و ما و شما بتانیم تشریح بدیم که آلودگی های آب و همچنان نمکی که ما و شما در داخل آب قرار داده بودیم، این توسط دوران آب یا توسط تشکیل ابر و بخار و باران تصفیه میشه. شما میبینید آبی که از طریق باران ایجاد شده در اینجا در داخل گلاس جمع شد کاملا شفاف است، کدام رنگی در او وجود نداره و همچنان مطمئنن که مولکول های نمک یا نمکی که در او حل شده بود هم تصفیه شده، که این بر ما و شما رو واضح میسازه که در جریان دوران آب به شکل تشکیل ابر و باران آلودگی ها از آب پاک میشه و آب آلوده دوباره به آب شیرین یا آب قابل نوشیدن تبدیل میشه. ما و شما میتونیم با اجرای از این فعالیت به شکل عملی دوران آب، یعنی تبخیر آب، تشکیل ابر و باران و بارش به شکل عملی تشریح و توضیح بدیم. امیدوارم فعالیتی را که در نظر گرفته بودم براتان واضح، مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.